میگم حاجی من انقدر این انرژی تخمی رو میذارم، هر موقع من دارم میرم فرودگاه از هیوستن برم، یه دختری که مثلا 15 روز خایمالی میکردیم آقا بیا بریم شام بخوریم، یه لقمه نون پنیر چای شیرین با هم بخوریم، جواب نمیداد. همه الان مادر قبه تکس داده که امشب فری هستی. میخواستم بگم خار کسته بیا بگیر خارتو، من گایدم عادت دارین همتون همین کارو بکنین. این همه روز ما تو خونه افتاده بودیم تکس ندی، حالا الان دقیقاً فری هستی؟ نه فری نیستم من. کثافت. اینقدرم خوشگله، امریکایی سفیده. بهش گفتم حالا من برم، حالا برگردم از سانده هر چی تکس بدم دیگه جواب نمیده. حاجی خسته کردم منو دیگه. بیا تو برو سوارشو خار کسه ما رو. خسته کردن ناموسن. حاجی اصلا نمیدونم مشکل اینا چیه، دیوانن.